وای بچه ها، سوپرا رو نگاه کنید چقدر خوبه. اگه میشه ماشین باز باشی و اسم سوپرا به گوشت نخورده باشه. که از جذابترین، خاصترین و با اصالت ترین JDM هایی که خیلی خیلی طرفدار داره توی دنیا. این ماشین نسل پنجمش به حساب میاد، با موتور 6 سیلندر 382 اسب بخاری و یه صدای بسیار بسیار گوشنواز. طراحیش دقیقاً شما رو یاد اصالت مدل های قبلیش میندازه، مخصوصا این چراغ های جلو دیلایت های کشیده ای که واقعا رخ خیلی وحشی بهش داده، مخصوصا توی تاریکی شب. آینه های فیبر کربونی شو ببینید، بالای عقب کربن که روش اضافه شده رو تیپ جی آر که میشه فول ترین تیپ این ماشین، و سر اگزوز هایی که صدای گوشنواز این موتور رو به گوش های شما میرسونه. نکته خفن، شتاب 0 تا 100 3.8 ثانیه، 500 نیوتن متر گشت‌آور و فضای کابین بسیار بسیار جذاب و اسپورتی که تویوتا برای این ماشین در نظر گرفته. کابینش خیلی خیلی دوست داشتنیه. اونطور که میدونید این ماشین حاصل همکاری BMW و تویوتا هستش. آلمان ها و ژاپن ها سنگ تمام گذاشتن. سیستم صوتی JBL رو داره. خیلی المانهاش مشابه BMW است. روی شاسی Z4 ساخته شده، مثل ریموت سردنده، دکمه ها، منوها و اینا همه شبیه به BMW طراحی شده. و اما صداش رو با هم دیگه بشنویم. خیلی صداش قشنگ و گوشنوازه، واقعا مطمئنم عاشقش میشید. رادارهای ماشین رو میبینید که رادار تصادف بین خطوط و رادار هشدار خروج از لاین رو داره. دکمه اسپورتش هست که اینجا روی حالت اسپورت بذارید اسپورت دیسپلی هم داره. اطلاعات لحظه‌ای اسب بخار گشت‌آور رو میتونید ببینید. ترمز پارک برقی، سیستم تهویه و صندلی هایی که خیلی خیلی راحته، قشنگ شما رو در بر میگیره و داخلش حس خیلی خوبی دارید. موس اصلیش که دسترسی دارید به تمام منوهای ماشین، اینجا میتونید تنظیمات رو انجام بدید. فرمون بسیار دوست داشتنی شبیه GT 86 فرمونش. پدل شیفترها و پشت آمپری که قشنگ آدرنالین رو تزریق میکنه. هداب دیسپلی همین بالا براتون گذاشتن. تنظیمات چراغ‌ها، کروز تطبیقی و کلی آپشن هم داره. به به، صدای جلادهنده روحه ها.